قطعات الگو رو به این ترتیب برش زدیم. این قسمت پایینی کارمون هستش که اینم فضای پیلشه، روی دولای بسته برش خورده. قسمت بالا هم همینطور، من حتی سجافش هم دوختم که سرعت بیشتری داشته باشیم توی دوخت. قسمت بالا هم روی دولای بسته برش خورده. اینم سجاف یقه هفته کوچولوشه که من دوختم و برگردوندم و تو کاریشم انجام دادم. اینم سجاف های قسمت دمپای جلو و پشت کارم. این پشت، اینم جلو که هر کدوم روی دولای بسته برش خوردن و آماده دوختن. تو این مرحله به این شکل عمل میکنیم که جلو و پشت آماده شده رو از پهلو به هم وصل میکنیم. پشت کار توی الگو یه پیلی داشت که من اون پیلی رو حذف کردم و روی کار ایجادش نکردم. پهلوی جلو و پشت به هم وصل میشه، پهلوی سجاف ها به هم وصل میشه. تیکه قسمت جلوی کار رو از رو فضای پیلیش رو میگیریم، چون یه حالت دکمه نما قراره روی این بدوزیم. این پیله رو هم به خاطر اون ایجاد کردیم. طرفین و دمپاش رو تو میذاریم. میره اتو بشه. بعد سجاف دمپای کار رو میذاریم روبروش رو وصل میکنیم. نکته خیلی خاصی نداره، ولی خب در هر صورت توضیحش به این صورته که اینا باید مقابل هم قرار بگیرن و دوخته بشن. داخل درز رو کاملا آرایش میدیم با توجه به اینکه فرم درزها خیلی ملایمه، احتیاج به چرت نداریم. ولی باز هم با توجه به اینکه طراحی این هلالا دست خودتونه، شما میتونین شیبش رو تندتر یا هلالش رو تندتر یا ملایمتر طراحی کنید. اگر جایی حس کردید که نیاز چرت بخوره، حتما چرت بزن. برمیگردیم از روی کار. یه دوخت نیم پایه به دور تا دور این میزنیم، چون پارچه‌ای که توی این حالت از شومیزا استفاده میشه پارچه اسپورته، هیچ اشکالی نداره اگر این دوخت رو شما بزنید. بعد موقعی که اون تیکه پایینی یا قسمت جلو رو میخوایم وصل کنیم، مجددا یه دوخت موازی با این روی بالای سجاف هم خواهیم داشت. بخشی که دوختم رو اتو میکنم، برمیگردم برای نصب تیکه پایینش. این آماده شده شومیزم و اینم آماده شده این تیکه پایین. حالا به این صورت اینو وسطش رو به دست میارم. من وسطش رو پیدا کردم، یه سوزن زدم. وسط این که این خط دوخت من میشه رو میذارم روی لبه سجاف اینو بر میگردونم، سنجاق میزنم. طبیعتا طبق الگویی که من به شما توضیح دادم این میرسه تا پهلو، ولی ما میتونیم که یه بخشی از پشت رو هم باهاش درگیر کنیم، یعنی اینو بلندتر برداریم در امتداد الگو و یه مقدارم پوشش دهیش تا قسمت پشت بره. من اتفاقا این کار رو انجام دادم. ببینید این همینطوری پا به پای سجافم اینجا ثابت میشه. اگه تا فقط پهلو هم اومده بود که خب این تا پهلو میرسه دیگه و به این شکل در نهایت این ثابت میشه. سمت مقابلش هم به همین شکل. حالا میام از یه درز، میتونه درز مثلا پهلوم باشه یا هر جا، چون این دور تا دورش یه دوخت میخوره. شروع میکنم با فاصله 5 سانت که همون فاصله در واقع پهنای سجاف هم هستش. یه دوخت خیلی تمیز به این قسمت میزنم. اون دوخت هم نگهدارنده سجاف همین که این تیکه رو ثابت میکنه. حالا ببینید اگر که ما بخوایم فقط خط بالایی این قسمت با سجاف رو ثابت کنیم، این حالت رو پیدا میکنه که ما اینو نمیخوایم.
میخوایم این خطا ایجاد بشه که انگار که یک شومیز زیر یک کلاب پوشیده شده که اینجا هم دکمه ها کاملا تزیینی هستن و ما میتونیم که این قسمت رو کلا از یه رنگ دیگه پارچه برداریم، مثلا این طرحدار این ساده یا بالعکس باشه، یا اینکه مثل کار من هر دو یه رنگ باشه. امیدوارم که از آموزشی که دادم راضی باشید و توی کاراتون استفاده بکنید. کانال رو سابسکرایب کنید چون که ما مرتبا آموزش های مختلفی رو اینجا میذاریم، میتونید استفاده بکنید. آموزش ها رو ذخیره کنید. آموزش ها بر اساس پایه انتخاب شدن که بتونه راهگشای کاری برای دوستانم